به نام خداوند بزرگ. سلام دلاور هستم، یکی از تیرنوای کمپ ورزشی کراون وی آی پی. امروز خواستیم در مورد کراتین صحبت کنیم. کراتین ریشه یونانی داره که به معنای گوشت است و بدن ما خودش از 3 نوع امینو اسید که گلایسین است، میتیونین است و آرژینین است تولید میکنه و تقریبا 95% کراتین در عضلات ذخیره میشه و 5% دیگر هم در مغز و دیگر ارگانهای بدن. کراتین چی میکنه؟ کراتین در بدن به شکل کراتین فسفات ذخیره میشه و در تولید انرژی ATP که انرژی اصلی بدن است کمک میکنه. وقتی که بدن تحت فشار قرار میگیره، به خصوص ما ورزش‌های پرشدت مثل قدرتی یا دو میدانی یا پاورلیفتینگ به خصوص بدنسازی انجام میدیم، کراتین کمک میکنه که ATP دوباره زودتر شکل بگیره و بدن انرژی بیشتر داشته باشه. کراتین کمک میکنه که بدن سریعتر انرژی بسازه و کم نیاره. خب کراتین آیا ماده ضروری است؟ نه خیر. چرا کراتین ماده ضروری نیست؟ به خاطر که بدن خودش تولید میکنه. یک فرد سالم با یک رژیم غذایی سالم میتونه روزانه 1 تا 2 گرم کراتین بدنش تولید کنه. خب منابع اصلی کراتین چی است؟ منابع اصلی کراتین گوشت سرخی، گوشت مرغ، ماهی، همه از اینا میتونه که منابع خوب کراتین باشن. بخصوص افرادی که گیاهخوار هستند و گوشت استفاده نمیکنن، از منابع حیوانی استفاده نمیکنن، پس اینا همیشه کمبود تولید کراتین می داشته باشن. یک سوال دیگه پیش میاد که آیا کراتین فقط به عضلات کمک میکنه؟ نه خیر. کراتین میتونه که به مغز هم خیلی مفید واقع شود. به خاطر بهبود عملکرد مغز، حافظه میتونه که کراتین خیلی کارا باشه. پس کراتین فقط به خاطر عضلات نیست و نیاز مغزی هم است. خب چرا ما از مکمل کراتین استفاده کنیم؟ سوال اینجاست که بدن به اندازه بسیار کمی که نیاز بدن مرفوع نمیسازه، بدن میتونه کراتین تولید کنه. پس ما نیازمندی هستیم که از مکمل کراتین استفاده کنیم. یک ورزشکار سالم در طول روز نمیتونه که به مقدار 2 کیلو گوشت سرخی استفاده کنه تا تقریبا بین 5 الی 6 گرم کراتین از او به دست بیاره. پس مکمل کراتین مفایدی که داره ارزانتر است و بصرفه است و همچنان میتونه نیاز ما را تقریبا 5 گرم با یک اسکوپ کراتین مرفوع بسازه. پس استفاده از مکمل کراتین میتونه خیلی بصرفه باشه. یک چیزی که کراتین داره ای است که احتباس آب ایجاد میکنه، یعنی آب در مایچه ها ذخیره میکنه و خوبی از این است که وقتی که آب در عضلات ذخیره میشه، عضلات بیشتر مقاوم میشه، حجم عضلانی صورت میگیره، قدرت بدن بیشتر میشه که یکی از مفاید کراتین است. در بازار به اشکال مختلف کراتین پیدا میشه به نام HCl، سایتریت، ملت، مونوهیدریت و همچنان اشکال دیگر. بهترین نوع کراتین، ارزانترین و بیشتر روش که تحقیق صورت گرفته مونوهیدریت است. پس هم بصرفه است، هم ارزان است و هم بهترین است. پس از مونوهیدریت باید استفاده شود. خب سوال دیگر این که آیا کراتین فقط به مردا پیشنهاد میشه؟ نه خیر. خانم‌ها میتونه از کراتین استفاده کنه به خاطر قدرت عضلانی، به خاطر بهبود عملکرد ذهنی و عضلانی میتونه خانم‌ها استفاده کنه و همچنان تحقیقات نشان داده که افراد مسن میتونه از کراتین استفاده کنه هم به خاطر حفظ توده عضلانی و همچنان بهبود عملکرد مغزیشون. سوال مهم دیگه ای که نحو مصرف کراتین چه قسم است؟ کراتین به 2 شکل استفاده میشه، یکی به شکل بارگیری یا لودینگ و شکل دیگر هم نگهداری. خب در شکل بارگیری یا لودینگ که ما باید تقریبا 5 روز یا 7 روز نخست به اندازه 20 گرم کراتین باید از در 4 وعده مختلف استفاده کنیم تا عضلات ما از کراتین اشباع شوند. این نوع البته استفاده در گذشته داشت و فعلا تحقیقات نشان داده که کسی که به شکل نگهداری کراتین استفاده میکنه، یعنی بارگیری نمیکنه، بعد از 3 الی 4 هفته بعد تقریبا نتایج یکسان بده. پس خیلی نیاز نیست که ما به شکل بارگیری مصرف کنیم. و دیگری که اشخاصی که مشکلات گوارشی می داشته باشند، اگر به شکل لودینگ از کراتین استفاده کنند، ممکن باعث شود که بدنشان نفخ یا دلدردی برشان رخ بده که یکی از عوارض جانبی و کسایی بوده میتونه که مشکلات گوارشی داره. بهترین زمان مصرف کراتین چه وقت است؟ البته کسایی که پیش از ورزش استفاده کردن، کسایی که بعد از ورزش استفاده کردن یا در طول روز استفاده کردن، تحقیقات نشان داده که کدام تفاوت خاص نداره. پس شما میتونین به شکل مرتب از کراتین استفاده کنین، یعنی نظم در استفاده کراتین مهمتر از زمانش است. حالا بعضی از ورزشکارایی که پیش از تمرین یا بعد از تمرین کراتین استفاده کردن تا حد جوابگو بوده و عوارض جانبی کراتین
کریتین در مجموع کدام مشکلات نداره. اگر اشخاصی که مصاب به مشکلات کلیوی می باشه میتونه که نظر به پیشنهاد دکتر از کریتین استفاده کنه. در غیر از او کریتین یکی از ماده یا نوعی از پروتئین بی‌نهایت بی‌ضرر و تاثیرگذاری است که تحقیقات روش خیلی انجام شده و هیچ مشکلات را نشان نداده. بریم جمع بندی کنیم کریتین واقعا تاثیرش چقدر است. کریتین ببینید به شکل طبیعی گفتیم در بدن تولید میشه، خیلی ضروری نیست. یعنی اگر ما گوشت و دیگر منابع طبیعی را بتونیم استفاده کنیم بدن ما میتونه که کریتین تولید کنه. در غیر از اون منابع مثل مکمل‌های کریتین میتونه جاگزین خوبه باشه. پس کریتین یک معجزه فوق العاده فکر نکنیم. کریتین میتونه در کنار دیگر منابع غذایی عملکرد فوق العاده عالی به عضلات، به مغز، به تمام بدن داشته باشه. کریتین یک مکمل یا یک ماده فوق العاده تاثیرگذار است و گفتیم نظر به تحقیقات که هم یک فرد مسن میتونه استفاده کنه، خانمان میتونه استفاده کنه. حتی تحقیقات نشان داده که افراد بالاتر از سن 14 میتونه استفاده کنه. خب حالا یک کسی که ورزش نکنه میتونه از کریتین استفاده کنه؟ قطعا که میتونه استفاده کنه. در روزهای رخصتی یا استراحت هم میشه از کریتین استفاده کرد، چون روزانه ما همیشه فشار یا استفاده از مغز خود داریم. پس هر فعالیت روزانه که ما می داشته باشیم نیازمند کریتین هستیم. در مجموع کریتین باید همیشه جزء برنامه روزانه یا رژیم غذایی ما باشه.